شرط بهره‌مند شدن از نصرت الهی استغاثه است. ایمان داشته باشی ایمان به تنهایی هم به در نمیخوره. باید استغاثه کنی، صدایت را بلند کنی خدا کمکم کن، صدایت را بلند کنی خدا عاقبت به خیر ما بگردان. خداوند در قرآن می‌فرماید استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی. خدا در قرآن میگه کسانی که صدا بزنند من، کسانی که خدا خدا بگوید من اینها را اجابت میکنم. خیلی از مؤمنین هستند میآیند میگن ما دعا کردیم دعای ما مستجاب نشد. نه، همه دعاها مستجاب می شود، چون آیه قرآن مطلق آورده است استغیثون ربکم فاستجاب لکم. خدا میگه من اجابتش می کنم، اما آنها که شما می طلبید شاید بعضشان برای شما شر باشد، شما خیر شر خود را من شما نمیدانید. بعضی از اوقات اگر اجابت نمی شود به خاطر اینه که من شما خیر شر خود را نمیدانید. خدا که ما را دوست دارد، خدا خودش میگه نحن اقرب الیه من حبل الورید. من از ریل گردن به شما نزدیک‌ترم، من شما را خیر و شر ما خدا خوب میداند. همه دعاها استجابت میشود. بعضی هایش در این دنیا وقتی میگه انسان از این دنیا میرود و اون دنیا یک کوه بزرگ است، همه از بالین به این است، میگه این همون دعاهایی است که اجابت نشده است، پس در آن دنیا اجابت میشن. وقتی این انسان میبیند این همه دعاها رو میگه کاش آن دعاهایی که کردم اجابت شده بود، کاش اجابت نمیشد. همه اجابت میشن. سومین شرط بهره‌مند شدن از نصرت الهی خیلی هم مهم است، تقوا است، پرهیزگاری است. مال حلال و حرام نزد ما آمد، مال آمد حقیقتی بی‌پروا نباشیم، پرهیزگار باشیم، خدا ترس باشیم. اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. کنوا مع الصادقین. تقوای الهی باشید، دارنده باشید، از جمله متقین باشید. وقتی انسان از جمله متقین حساب شد عاقبت به خیر هم میشود. علما بزرگان را وقتی بیاییم زندگی نامش را بخوانیم میگه اکثر علما این دو تا کلمه سر زبانش داشتن، والعاقبت للمتقین. عاقبت از برای متقین است، کسایی که تقوا داشته باشند. عاقبت به خیلی خیلی هم مهم است. در تاریخ وقتی نگاه کنیم میبینیم خیلی ها هستن تا لحظات آخر عمرش چیه؟ کافر، اما در لحظه آخر میشود مسلمان. مثلا عزیز مصر قبل از حضرت یوسف پوتیفار تا لحظات آخر عمرش کافر بود، اما در لحظه آخر عمرش مسلمان میشود. زلیخا یک عمر کافر بود، یک عمر بود پرست بود، اما آخر چی میشود؟ عاقبت به خیر میشه، همسر عزیز مصر یوسف میشود. اما وقتی بیاییم در جامعه باز هم نگاه کنیم ببینیم کسانی هستند که مستجیب الدعوای، هر دعایی که کردن اجابت شدن. بل همین باران نمونه بارز، نمونه آشکار تا لحظه آخر هر دعایی که میکرد کمین میگفت خدا بده، خدا برایش میداد. در آخر یک نفرین میخواست بره و انصار